دانشجوی تاجیک را در قزاقستان به قلابه توسط شبکه اینترنت به مبلغ بیش از 2 میلیون تنگه قزاقی تقریبا 5000 دلار ایبدار میکنند. سامانه پلیس قزاقستان خبر داد که بنا به فرضیه پلیس جنایی این سه جوان از تاجیکستان در شبکه اینستاگرام تلفن‌های موبیلی گرانبهای در اصل نبوده را به فروش گذاشته از خریداران پول می‌گرفتند. اینها خریداران را با نرخ ارزان جلب می‌کردند. نرخ آنها از نرخ بازار خیلی ارزان‌تر بود. این میبایست شبهه خریداران را برمی‌انگیخت، ولی برعکس خواهشمندان با نرخ ارزان خریدن تلفن‌های گرانبها زیاد بودند. با این کار سه دانشجوی سال سیوم یکی از دانشگاه‌ها مشغول بودند. آنها را با کمک کارمندان کمیته امنیت ملی در شهر کسکلین نویه قرسای ولایت المتا دستگیر کردند. خبر داد سردار ریاست پلیس جنایتی دپارتمنت پلیس المتا قوتبک نیت بیکوف. بنا به معلومات او این سه دانشجو پول تلفن‌های نبوده را توسط کارت‌های بانکی گرفته بعد گرفتن پول زود خریداران پول داده را بلاک می‌کردند و نام سامانه خود را تغییر می‌دادند. حجم عمومی ضرر تا امروز بیش از 2 میلیون تنگه برآورد شده است. تحقیق این پرونده در حال حاضر ادامه دارد.